4 ایده در ماینکرافت که احتمالا نمیدونیم. بریم با هم ببینیم. خب بچه ها، اولیش اینه که میایم اینجا در رو میتونیم در مخفی بسازیم. همینطور که میبینید فقط قبلش که میریم بیرون باید در رو باز کنیم، چون از این ور در باز نمیشه. این هم سطل آشغالیه. این هم برای مثلا آشپزخونه، چه میدونم رستوران چیزیه، مثلا از دود میاد بیرون. خب بعدش این هم یه تله است که میتونین درست کنین. خیلی راحته. میتونی که بعدش اینجا هم یه دونه شالکر باکس به رو به بالا میذارین. دقت داشته باشین به رو به بالا، یعنی به رو به بالا باسیه. مثلا من اینطوری بلاک گذاشتم زیرش که به رو به بالا باسیه. و اینجا رو میبندید. بالا سرتون هم باید بلاک باشه تا بریم پایین.